أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب صفت درازی کرته و آستین و ازار و فش سله و اینها درباره اسبال. همچنین در این باب رسیدیم در حدیث 797، یعنی از کتاب ریاض الصالحین حدیث 797. خب امام نووی میگوید که و عن قیس ابن بشر تغلیبی قال، یعنی که از قیس ابن بشر تغلیبی روایت است که گفت اخبرانی ابی میگه خبر داد من رو پدرم، یعنی که این قصه را برای ما پدرم گفت. و کان جلیسا لابی دردا، یعنی که بود مرد همنشین ابی دردا، بود مرد همنشین ابو دردا که قطع ابو دردا بسیار همنشینی میکرد. قال، یا پدرشم میگه و کان ابی جلیسا لابی دردا، یعنی که پدر من همنشینی ابو دردا بود که قطع ابو دردا زیاد میشید. قال كان بدمشق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية. میگه که در دمشق مرد بود از صحابگان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نامش سهل ابن حنظلی بود. یقال له، یعنی گفته میشد ویرو، یعنی نامش سهل ابن حنظلی بود. کان رجلا متوحدا، میگه که این مرد، یعنی که همین سهل ابن حنظلی مرد متوحد بود. متوحد یعنی که تنها نشین، گوشه نشین، یعنی خودش بگیم تنها نشین اختیار کردگی بود. قل ما یجالس الناس، بسیار کم با مردم می نشست، یعنی که قل ما خیلی کم، یجالس الناس هم نشینی میکرد با مردم هم نشینی را میگه که زیاد نمیکرد، کم میکرد. انما هو صلاتون، یعنی همیشه وی در نماز بود. انما هو صلاتون، یعنی همیشه وی در نماز بود، یعنی همیشه نماز میخوند. فاذا فرغ، پس هنگامی که فارغ میشد از نماز، یعنی نمازخوانی را بود میکرد. فانما هو تسبیح و تکبیر حتی یأتی اهله، میگه پس هر آینه اون هو تسبیح، پس فقط و همیشه وی بعد از نماز بود کردن تسبیح و تکبیر میگفت، سبحان الله، الله اکبر میگفت، یعنی ذکر میکرد. حتی یأتی اهله، تا زمانی که میرفت نزد اهلش، یعنی تا به خانهش رسیدن، تا به نزد اهل بیتش رفتن مشغول میشید به تسبیح و تکبیر. فمر بنا و نحن عند ابی دردا، پس اکنون میگه که گذشت به نزد ما، همین مرد یک روز میگه به نزد ما گذشت، و نحن عند ابی دردا، در حالی که ما همراه ابو دردا بودیم. میگوید یعنی که پدر قیس گفته ایستاده است که با ابو دردا یک جا بودم که همین مرد به نزد من گذشت. فقال له ابو دردا، پس ابو دردا میگه همین مرد رو گفت، همین سهل ابن حنظله رو گفت، کلمتا تنفعنا، یعنی بگو برای ما یک سخنه، یک کلامی که تنفعنا، یعنی به فایده ما باشد، یعنی سودمند و فایده رسان باشد برای ما، همون سخنی میگفتگید. ولا تضرک، و زیان به تو نرساند، سخنی بگو برای ما فایده باشد و به تو زیان نرساند. قال، پس میگه سهل ابن حنظله گفت که بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم سریه فقدمت، میگه که فرستاد رسول الله صلی الله علیه و سلم سریه را، یعنی که یک گروه از مجاهدان را، فقدمت، پس زمانی که این گروه فرستاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدمت، یعنی که بازگشتن آمدن، یعنی رفتن و وظیفه را اجرا کردند و گشته آمدن. فجاء رجل منهم فجلس فی المجلس الذي یجلس فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه جاء رجل، آمد یک مردی، منهم، از همین گروهی که پیغمبر روانشان کردگی بود، از همین مجاهدین یکتش آمد. فجلس فی المجلس الذي یجلس فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس نشست، میگه فی المجلس، یعنی در جایی که، فی المجلس الذي، یعنی در جایی که یجلس فیه، می نشست در آنجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در جای پیغمبر، یعنی آمد و شیشت. فقال لرجل الى جنبه،
پس میگه گفت برای مردی که در پهلویش بود، یک مردی که در بری همون نشسته بود، پس همین مردی که آمدگی بود اون مرد رو گفت لو رأیتنا حین التقینا نحن والعدو، گفت ای کاش میدیدی یا اگر میدیدی تو حین التقینا وقتی که ما رو برو شدیم نحن والعدو ما با دشمن، یعنی قصه کرده سای جهادهای کردگیش و غزوه و خدمتهای کردگیش. گفت که کاش تو میدیدی که ما در وقت با دشمن وام خوردیم رو پرو میشیدیم. فحمل فلان فطعنا، پس میگه حمله کرد فلانی، فحمل فلان یعنی که در حملات جنگ، پس حمله کرد فلانی فطعنا، پس نیزه زدک، فهمو فلان فطعنا، پس نیزه انداخت و نیزه زد، یعنی که دشمن ایوس آمد از این طرف نیزه زده شد و دشمن خاموش گردونده شد. فقال، پس گفت خذها منی و انا غلام الغفاری، پس همین مردی که نیزه زده بود همین مرد گفت در همون حالت جنگ خذها منی یعنی بگیر از من، و انا الغلام الغفاری، گفت من غلامی از بنی غفار هستم، من غلامی هستم که از قبیله غفار هستم. کیف ترا فی قوله، پس پرسید که چی فکر داری یا چی اندیشه داری درباره سخنش، یعنی این انسان خودش نسبت داد به قبیلهش در حالت جنگ و در حالت غزوهش. قال ما اراه الا قد بطل اجره، الله اکبر، گفت که نمی بینم یا گمان نمی کنم الا قد بطل اجره، مگر اینکه از بین رفته از گفت پاداش و ثوابش. یعنی این مردی که این گپ رو گفت یعنی که ریاکاری کرد این مرد یا خودش به نسبت به قبیله داد، خودپرستی کرد، پس گفت من فکر میکنم که را ثوابش از بین رفت. فهمو؟ جواب همین شد. فسمع بذلك آخر فقال، پس میگه شنیدم این سخن رو یک مرد دیگر، پس اون مرد دیگر گفت که ما ارا بذلك بأسا، گفت که من در این یگان بأس یگان ایراد یگان مشکلی نمیبینم در این سخن، یعنی که این انسان گفت که انا غلام الغفاری یعنی مشکل ندارد، گفت یگان باکی ندارد. فتنازع، پس بین این دو کس منازعه و نافهمی و اختلاف روی داد. حتی سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگم بحث و مناظره این دو انسانی که حدش میگه اجرش باطل شد و ثوابش از بین رفت، حدش میگه که نه هیچی گپ ندارد، اینها را میگه آوازشون شنید و پس گفت پیغمبر سبحان الله، سبحان الله، تعجب، پیغمبر تعجب کرده، گفت که لا بأس ان یؤجر و یحمد، پس گفت که یعنی که اشکال ندارد، مشکلی ندارد یا اراده نیست که ان یؤجر و یحمد، این که پاداش داده شود و ستایش کرده شود. فهمو؟ یعنی این مرد اومد اون جهاد و بگیم غزوهشون آمد برای شما نقل کرد، این باکی ندارد، یعنی هم پاداش میگیرد از نزد الله هم ستایش کرده میشه، یعنی مردم تعریفش میکنن، همون مردی که بگیم خدمت کردگی است. این گفت یگان باکی ندارد، یعنی که هیچ باک نداشتش اگر که کسی دیگر تعریف کند. فهمو؟ زیرا که این مرد کسی دیگر را تعریف کرد، نه گفت که فحمل فلان، فلانی گفت بگیم حمله کرد و فطعنه، پس نیزه و تیر زد. فهمو؟ پس گفت که این هم تعریف است، صفتش است، هم چی است، هم اجر میگیرد انشاءالله. پس جواب پیغمبر این شد. خب این قصه با آخر رسید. با بعدش میگه فرعیت ابو درداء سر بذالک، پس میگه دیدم ابو دردا را سر بذالک، یعنی که بسیار خوشحال شد به این سخن، وقتی این سخن رو شنید بسیار خوشحال شد. و جعل یرفع رأسه الیه و یقول، و شروع کرد برداشتن سرش را به طرف وی، یعنی شروع کرد به برداشتن سر به طرف، سرش به طرفش برداشت و یقول و میگفت انت سمعت ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم، تعجب کنان و سوال میکرد که آیا تو خودت یعنی به گوش خودت همین را از پیغمبر شنیدی؟ فیقول نعم، پس همون سهل ابن حنظله میگفت که حنظلیه میگفت که نعم یعنی بله با گوش خودم شنیدم. فما زال یعید علیه حتی اینی لاقول لیبرکن علی رکبتیه،
فما زال یعید علیه، یعنی که به تکرار یعید علیه میپرسید از همون مرد همین سخن را. یعنی که آیا تو خودت از رسول الله همین سخن رو شنیدی؟ همین سخن رو یعنی تعجب کنان بار بار تکرارا میپرسید. حتی اینی لاقول، تا اندازه ای که بعد درجه رسید که میگه من میگفتم که لیبرکن علی رکبته، یعنی که حاضر میافتد به زانویش، حتما به زانویش میافتد. یعنی که چنان بگیم با یک دم یا که بگیم با یک شوق و رغبت با بسیار تعجب کنان پرسیدن گرفت. از زیاد مثلا چیره فکر کرده، میگه گفتم که حاضر همین انسان به زانوش می افتد. قال فمر بنا یوما آخره، اگه قصه بود چید قصه بعدی. پس میگه گذشت به نزد ما روز دیگری، با یه روز دیگر میگه همین مرد با به نزد ما گذشت. فقال له ابو دردا، پس میگه ابو دردا باز سوالش کرد، باز گفتش که کلمتا تنفعنا ولا تضرک، گفت بگو برای ما سخنه که فایده برساند اون سخنت برای ما، ولا تضرک و ضرری به تو هم نرسد. قال لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه همون صحابی پیغمبر سهل ابن حنظله گفت که گفت برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم که المنفق علی الخیل کالباسط یده بالصدقه لا یقبضها. المنفق علی الخیل یعنی که انفاق کننده برای اسبهای جهادی، برای اون اسبایی که برای غزوه و اینها تیار میشد. هر کسی که انفاق میکند در راه انمون اسبا، یعنی که اسب میخرد یا اسب جو میگیرد، خلاصه راه همون اسب پروری ده مبلغش از خود میکند. کلباسط یده بصدقتی، میگه این انسان به مثلی کسی است که باز کردگی از دستش رو به صدقه، یعنی گویا که صدقه داده ایستاده است، همیشه در حال صدقه دادن است که لا یقبضها، این دست نمیبندد. یعنی که اون اسبش که خدمت کردگی است، اون اسبی که این زحمت کشید و این بگیم رسخاد کرد و این مصرفش به عهده گرفت، اون اسب خدمت کرد، پس این انسان گویا که دستش باز است به صدقه، همیشه صدقه داده ایستاده است که دستش دیگر جمع نمی کند و دستش نمی بندد از صدقه دادن. یعنی که فضیلت انفاق کردن در راه خدمت دین و در راه پیشروی شریعت. ثم مر بنا یوما آخر، بعد میگه باز گذشت همین مرد به نزد ما یک روز دیگر، بگیم روز سیوم. فقال له ابو دردا، پس میگه ابو دردا گفت کلمتا تنفعنا ولا تضرک، یعنی بگو برای ما سخنه، نصیحت کن ما را، و تنفعنا که همون نصیحتی تو سخنای میگفتگی تو برای ما فایده برساند، ولا تضرک همچنین ضرر هم به تو نرساند. قال، پس میگه که همون صحابه سهل ابن حنظله گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نعم الرجل خريمون الاسدی، نعم الرجل خريمونی الاسدی، خريمون الاسدی. خب یعنی بهترین مرد خریم اسدی است. خریم اسدی تو شخصه، خلاصه همین مرد بهترین مرد است. لولا طول جمته و اسبال ازاره، گفت اگر که نمی بود طول جمته، یعنی که موی سری درازش، موی سری بلندش، گفت هم موی سری بلندش نمی بود، و اسبال و ازاره، و گفت هم ازارش و پاچهاش گفت دراز نمی بود، یعنی همین دو کمبودی دارد. غیر این گفت دیگر بهترین مرد است خریمی اسدی. فبلغ ذلك خریما، پس میگه همین سخن رسید به خریم اسدی، ده این سخن رسید که پیغمبر تعریفش کرد و گفت بهترین مرد است، اما دو کمبودی دارد، یکی موی سری بلندش و یکی پاچه‌های درازش. فعجل، پس سراسیمه شد همین خریم، بسیار بگیم برای عمل کردن ده، برای خودش از جمله بهترین ها گرداندن، خوب عجله سراسیمگی کرد، شتاب کرد. فاخذ شفرة فقطع بها جمته الى اذنیه، پس میگه گرفت شفرتن، یعنی تیغ را،
تیغ را گرفت و فقط بها جمته، پس قطع کرد به همون تیغ جمعش را، موی بلند شد، موی برید الى اذنه تا برابر گوشاش کرد، یعنی موی بلند شد بریده تا برابر گوشاش کرد. و رفع ازاره الى انصاف ساقیه، پس میگه برداشت پاچه ازارش را، پاچه بروکش را، الى انصاف ساقیه تا به نیستی ساق پایهاش، یعنی که از بجلک پا بالاش کرد. ثم مر بنا یوما، این قصه با بود شد. باز قصه بعدیش، ثم مر بنا یوما آخر، یعنی که این قصه که حاضر از این خریم اسدی فایدهش همین است که یعنی خریم اسدی شنید که همین موی سر بلند خوب نیست و اسبال ایزار خوب نیست، در جاش و شتابان به عمل کردن شروع کرد. یعنی که باید انسان، باید مسلمان همین طور باشد، از پیغمبر سخن را که میشنوی باید شنیدن برابر به عمل کردنش اراده کنی و قصد کنی و زنده بگردانیش. خب اکنون قصه به آخر رسید. قصه بعدیش، ثم مر بنا یوما آخر فقال له ابو دردا، پس میگه گذشت به نزد ما روزه، پس میگه ابو دردا گفتش با همون سهل ابن حنظلیه را، ابو دردا گفتش که کلمتا تنفعنا ولا تضرک، یعنی بگو برای ما سخنی را که به ما فایده برساند، سخن گفتگید و به تو ضرر نرساند. قال، پس میگه سهل گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شنیدم که پیغمبر میگوید انکم قادمون علی اخوانکم، گفت هر آینه شما رونده هستید، یعنی میروید به نزد برادرانتان، فاصلحوا رحالکم، پس اصلاح کنید، یعنی که مرتب و جابجا بکنید رحالتان را، یعنی که همون سواری هایتان را، بگیم توشه و چیزای سفرتان را، آمادگی سفر ده، یعنی که آماده باشید برای سفر کردن. و اصلحوا لباسکم، یعنی که همچنین مرتب بکنید لباس هایتان را، لباساتون مرتب بکنید و درست بکنید و جابجا بکنید. حتی تکونوا کانکم شامة فی الناس، تا اینکه باشید شما به مثل اینکه شما خاله هستید در بین مردم، یعنی شما نمونه باشید در بین مردم، یعنی همون طوری باشید، یعنی که رحالتان، یعنی که همون اسبای سواریتان باید مرتب و با تنظیم و با نظام و جابجا باشد، لباساتون جابجا باشد، تا اینکه شما با این کاری کرده اتون شامه باشید. شامتون یعنی شامه، یعنی که خال باشه در بین مردم، یعنی چقدر که انسان در بدنش یک خال داشته باشد نمایان است، دیدن برابر خال دیده می شود، یعنی شما با مثل همون باشید، یعنی چشم راست باشید، شما نمونه باشید برای مردم. پس میگه که فإن الله لا يحب الفحش ولا تفحش، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست نمیدارد فحش را و دوست نمیدارد تفحش را. فحش یعنی چی؟ فحش انسانی که در ظاهرش، در لباسش و در قولش نامرتب است، یعنی که غژد است، لباساش و سخنای بد دارد، این را فحش میگن. فحش انسانی که لباسی بد دارد و سخنی بد دارد. پس گفت که الله سبحانه و تعالی سخن بدگوینده و لباس بددار را دوست نمیدارد. ولا تفحش، و همچنین الله سبحانه و تعالی تفحش هم دوست نمیدارد. تفحش یعنی انسان خودش مجبور میکند که به همون فحش زینت بتید. فهمو؟ انسان خودش مجبور میکند که به همون فحش خودش مجبور کند که گویا که همون چیز را در خودش دارد. این را پس گفت الله سبحانه و تعالی دوست نمیدارد. خب رواه ابو داود به اسناد حسن، این حدیث ابو داود روایت کردگی به اسناد حسن، الا قیس ابن بشر، مگر این قیس ابن بشر، فاختلفوا فی توثیقه و تضعیفه، پس اختلاف از درباره ثقه بودن و ضعیف بودنش، درباره قیس یعنی در سلسله راویا اختلاف است. و قد روى له مسلم، و واقعا روایت کردگی است از قیس امام مسلم روایت کردگی هست، یعنی که
اختلاف است، بعضی ضعیفش میگن بعضی صحیحش میگن، اما امام مسلم روایت کردگی است. پس اینه که قبول است، روایتش قبول است، اینه که امام مسلم روایت کردگی است. پس این بود حدیث این باب و حدیث طولانی، حدیث 797. و بعد از این حدیث 798 این حدیث انشاءالله درس آینده. پس این بود درس امروزمون با همین حدیث، با همین قصه زیبای سخنان سهل ابن حنظلیه درس امروزه را به پایان میرسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.